کسی اگر نماز عصر همین روز قضا کند نخواند، برای او آنچنان مصیبت وزنی است که گویا اینکه فرزنداش وفات کرده باشد، گویا اینکه مالهاش تلف شده باشد، فقط به خاطر یک نماز عصر که مصیبت فرزند و مال چی بزرگ است. پیغمبر به او برابر کردن وای به حال تو عزیزی من که در یک روز 5 نماز قضا میکنی. خداوند برای به نمازها در قبر مار را مسلط کرده است که او بادوم خود بالای سری تو میزند، 70 گز در زمین فرو میروی، باز میکشه میبراره میگد این به خاطر آن است که بامداد نخواندی، باز میزند با فرو میروی، باز میگه این به خاطر آن است تو پیشین نخواندی. برای 5 نماز این 5 عذاب هر روز در قبر است، پیش از آن که با روز قیامت چه روز دهشتناک است. حضرت علی رضی الله تعالی عنه رو پرسیدند که یا علی، حکم شخصی که نماز نمیخواند چیست؟ حضرت فرمودند من لم یصلی فهو کافر، نماز نمیخواند و کافر است. شقیق ابن عبدالله میگویند و کان اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم لا یرا شیئا من الاعمال ترکه کفر غیر الصلاة. اصحاب پیغمبر هیچ گناه وزنینتر مثل نماز نمیدانستند. کسی که نماز نمیخواند اصحاب پیغمبر همه حکم به کفر میکردند.